تهران بزرگراه آزادگان، 2 شهریور ماه 1395. میخوایم یکی دیگه از امپراتوران معابر رو ملاقات کنیم. اینها که میبینین شرکای جناب امپراتور هستن. امپراتور و شرکاش با هم 10 نفر هستن و هر کدوم روزی 150,000 تومان درآمد دارن که جمعاً میشه روزی 1,500,000 تومان و در ماه میشه 45 میلیون تومان. به عبارتی هر کدوم ماهانه 4,500,000 تومان درآمد دارن. هیچ خبری هم از پرداخت اجاره، مالیات و عوارض نیست. این در حالیه که یه خبرنگار که شغلش 2مین شغل سخت دنیاست ماهی حدود 1,500,000 تومان دریافتی داره، یا یه معلم با مدرک فوق لیسانس و 20 سال سابقه ماهی 1,500,000 تومان حقوقشه. یه کارگر و یه رفتگر هم هر کدوم ماهی 1,500,000 تومان حقوق میگیرن. جناب امپراتور فضای بسیار زیادی از بزرگراه رو اشغال کرده و این همه خودرو با بستن بزرگراه دورش جمع شدن که خربزه بخرن. با زیر پا گذاشتن قوانین راهنمایی و رانندگی هر آن ممکنه یک تصادف اتفاق بیفته، اما واقعاً کی مسئولیت این اتفاق رو به عهده میگیره؟ کثیف کردن معابر عمومی توی خیلی از کشورها جریمه‌های سنگین داره. مثلا توی زیلاند هلند اگه کسی زباله بریزه توی خیابون یا پیاده رو به پول خودمون 9 میلیون تومان جریمه میشه. اما جناب امپراتور که خیابون رو ملک شخصی خودش میدونه این بلا رو سر بزرگراه آورده. کسی هم نمیتونه بهش بگه بالای چشمت ابروه. البته ما به آخرای این بار خربزه رسیدیم. روزی چند مرتبه از صبح تا شب به همین شکل بار خربزه کنار بزرگراه خالی میشه و به محض تمام شدن بار جدید میرسه. یکی از شرکا میگه که این بار خربزه مال 10 نفره و هر نفر روزی 150,000 تومان درآمد داره. 10 نفر این بار مال 10 نفره؟ والله مال 10 نفره. ولی وقتی از خود جناب امپراتور تعداد رو میپرسیم متوسل به دروغ میشه و میگه 4 نفر هستن. اما بعد که میگیم شریک شما گفته 10 نفر هستیم چاره‌ای جز پذیرش نداره. خانم چند نفری؟ حاجی میگه 10 نفر آدم داره اینجا نون میخوره. چقدر درآمدتونه؟ 150. جالبه که بعضی از ما اگه جناب امپراتور رو کنار بزرگراه ببینیم دلمون هم براش میسوزه و توی فضای مجازی و جاهای مختلف حمایت‌های احساسی هم ازشون میکنیم. به نظر شما با اشغال و تصاحب بزرگراه توسط جناب امپراتور که باعث کثیف شدن معبر عمومی، دامن زدن به ترافیک و خطر تصادف میشه چی کار باید کرد؟ تصاحب معبر عمومی طبق قانون جرمه و از 1 ماه تا 1 سال حبس داره.